تا حالا حس کردین برای اینکه اجتماعی باشین باید نقش بازی کنین، انگار خودتون نیستین؟ خب سوال اصلی اینه، مهارت اجتماعی یعنی این که دیگه خودمون نباشیم؟ خیلیا با خودشون میگن پس کی میتونم واقعاً خودم باشم؟ انگار همیشه یه نقاب رو صورتشونه. این دوگانگی رو خیلیا حس میکنن. از یه طرف نقش بازی میکنن، از طرف دیگه دلشون میخواد واقعی باشن. خب بیایید این تصور رو عوض کنیم. ببینیم مهارت اجتماعی واقعاً یعنی چی؟ مهارت اجتماعی در واقع کمکتون میکنه خود واقعیتون رو بهتر نشون بدین، نه اینکه قایمش کنین. حالا بریم سراغ یه راز ساده برای این کار. یه تکنیک فوق‌العاده مهم. تمرکز. بهترین کار اینه که تمرکز رو از روی خودتون بردارید و تمام حواستون رو بدید به طرف مقابلتون. ولی تمرکز سخته نه؟ ذهنمون همش درگیر کارامونه و حرفای مهم رو از دست میدیم. خب پس چجوری باید کامل تمرکز کنیم؟ چند تا راهکار خیلی عملی وجود داره. اول گوشیتون رو بذارید کنار. دوم چند تا کار رو با هم انجام ندین. و سوم فقط گوش کنین. اصلاً به این فکر نکنین که چی میخواید بگید. بعداً نوبت شما هم میشه که حرف بزنید. نتیجه این کار چیه؟ ارتباطات واقعی و عمیق‌تر. بریم ببینیم. وقتی واقعاً گوش میدین، نشون میدین که اون آدم و اون رابطه براتون مهمه. پس نکته اصلی اینه. تمرکز واقعی ارتباطات قوی‌تر و واقعی‌تری میسازه. حالا شما بگید امروز قراره روی حرفای کی کامل تمرکز کنید؟